آیا زیست فناوری می‌تواند آسیب‌های زیست‌محیطی معدنکاری را کاهش دهد؟ تقریباً هر وسیله‌ای که امروز در اطرافمان می‌بینیم از دل یک معدن آمده است. تلفن همراه، رایانه، خودرو، باتری، پنل‌های خورشیدی و حتی بسیاری از تجهیزات پزشکی همگی به مواد معدنی وابسته‌اند. به همین دلیل معدنکاری یکی از پایه‌های توسعه اقتصادی و صنعتی جهان محسوب می‌شود. اما این تنها یک روی سکه است. روی دیگر طبیعت است. فعالیت‌های معدنی علاوه بر تأمین مواد اولیه می‌توانند پیامدهای زیست‌محیطی گسترده ایجاد کنند. از تخریب زیستگاه‌ها گرفته تا آلودگی خاک، منابع آب و برهم خوردن تعادل اکوسیستم‌ها. بنابراین یک سوال مهم مطرح می‌شود. آیا می‌توان از مزایای معدنکاری بهره‌مند شد بدون اینکه محیط زیست هزینه سنگینی بپردازد؟ این دقیقاً سوالی است که در پژوهش دیگرم به آن پرداخته‌ام. فعالیت‌های معدنی علاوه بر تغییر چهره زمین، مقادیر قابل توجهی از فلزات سنگین مانند سرب، جیوه، کادمیوم و آرسنیک را وارد محیط می‌کنند. این فلزات به راحتی تجزیه نمی‌شوند و ممکن است سالها در خاک و منابع آب باقی بمانند. اما مشکل فقط آلودگی خاک یا آب نیست. وقتی این عناصر وارد گیاهان و جانوران می‌شوند، به تدریج در زنجیره غذایی تجمع پیدا می‌کنند. در هر مرحله از زنجیره غذایی غلظت آنها بیشتر می‌شود و در نهایت بیشترین مقدار به شکارچیان رأس هرم غذایی و حتی انسان می‌رسد. این فرایند می‌تواند سلامت گونه‌های جانوری، تنوع زیستی و پایداری اکوسیستم‌ها را با خطر جدی روبرو کند. علاوه بر این، یکی دیگر از پیامدهای مهم معدنکاری تولید ذهاب اسیدی معادن است. آبی بسیار اسیدی که می‌تواند فلزات سنگین را در خود حل کرده و آنها را به رودخانه‌ها، تالاب‌ها و آب‌های زیرزمینی منتقل کند. در چنین شرایطی بسیاری از موجودات آبزی قادر به ادامه حیات نخواهند بود و تعادل طبیعی اکوسیستم‌ها به هم می‌خورد. اما آیا تنها راه حل متوقف کردن معدنکاری است؟ پاسخ منفی است. چالش اصلی این نیست که معدنکاری را متوقف کنیم، بلکه این است که آن را مسئولانه‌تر و پایدارتر انجام دهیم. اینجاست که زیست فناوری وارد میدان می شود. زیست فناوری تلاش می کند به جای استفاده بیشتر از مواد شیمیایی یا روش‌های پرهزینه از توانایی خود موجودات زنده برای کاهش آلودگی استفاده کند. در واقع طبیعت می تواند بخشی از راه حل باشد. یکی از مهمترین کاربردهای زیست فناوری در این زمینه بیوماینینگ یا استخراج زیستی است. در این روش از برخی باکتری‌ها برای استخراج فلزات از سنگ معدن استفاده می شود. این میکروارگانیسم‌ها می توانند فرایند استخراج را با مصرف کمتر مواد شیمیایی و در برخی شرایط با کاهش تولید ذهاب اسیدی انجام دهند. بدین ترتیب بخشی از آلودگی از همان مرحله استخراج کاهش می یابد. کاربرد مهم دیگر پالایش زیستی است. در این روش از میکروارگانیسم‌ها یا گیاهان برای پاکسازی خاک و آب آلوده استفاده می شود. برخی از این موجودات قادرند فلزات سنگین را جذب کنند، برخی آنها را در بافت خود تثبیت می کنند و برخی دیگر این فلزات را به شکل‌هایی با سمیت کمتر تبدیل می کنند. در نتیجه احتمال ورود این آلاینده‌ها به زنجیره مواد غذایی کاهش پیدا می کند و شرایط برای بازسازی تدریجی اکوسیستم‌های آسیب دیده فراهم می‌شود. در سالهای اخیر پیشرفت‌های مهندسی ژنتیک افق‌های تازه‌ای را پیش روی این فناوری‌ها قرار داده است. پژوهشگران توانستند میکروارگانیسم‌ها و گیاهانی را توسعه دهند که توانایی بیشتری در جذب و یا خنثی‌سازی فلزات سنگین دارند. این موجودات تراریخته می توانند کارایی پالایش زیستی را افزایش دهند و در برخی شرایط سرعت بازسازی محیط‌های آلوده را بیشتر کنند. اما اینجا باید به یک نکته بسیار مهم توجه کرد.
وجود یک فناوری نوین به معنای استفاده بدون محدودیت از آن نیست. کاربرد موجودات تراریخته در محیط طبیعی نیازمند ارزیابی دقیق ریسک، بررسی پیامدهای احتمالی و وجود قوانین و چارچوب‌های ایمنی زیستی است. زیرا اگر چنین فناوری‌هایی بدون برنامه‌ریزی و نظارت مناسب به کار گرفته شوند، ممکن است خودشان به منبعی برای ایجاد مخاطرات جدید تبدیل شوند. به همین دلیل توسعه زیست فناوری تنها به پیشرفت‌های علمی وابسته نیست. موفقیت این فناوری‌ها به وجود نظام‌های ارزیابی ریسک، سیاستگذاری علمی و رعایت اصول ایمنی زیستی وابسته است. در واقع، علم و قانون باید در کنار یکدیگر حرکت کنند. شاید مهمترین پیام این پژوهش هم همین باشد. توسعه اقتصادی و حفاظت از محیط زیست الزاماً در تقابل با یکدیگر نیستند. اگر از فناوری‌های نوین مانند زیست فناوری و مهندسی ژنتیک به شکلی مسئولانه و مبتنی بر شواهد علمی استفاده کنیم، می‌توانیم بخشی از آسیب‌های ناشی از فعالیت‌های مدنی را کاهش دهیم و همزمان از تنوع زیستی و سلامت اکوسیستم‌ها نیز محافظت کنیم. هدف زیست فناوری جایگزین شدن با طبیعت نیست. هدف آن استفاده هوشمندانه از توانایی‌های طبیعت برای ترمیم بخشی از آسیب‌هایی است که انسان به محیط زیست وارد کرده است. من دکتر نادیا بابایی هستم و اینجا کانال محیط زیست و آینده است. جایی که علم را از مقاله‌ها به زندگی روزمره ترجمه می‌کنیم.